آمد. مکتب، اینا میگن مکتب. اینجا پلی مکتب است، خیلی مردم استا به اینجا میروه. این پرواز سلف خانه است، مردم میدورن. اینجا دا عکسی محترم شون بوده است. عیب است. عیب است که در چونین یک جای افلاس، یک جای ریخته شده، یک جایی که نه بام داره، نه زمین، نه در داره، نه دیوار، نه تریزه داره، نه یک چیزی درست، شما میبرین مکتب و معارف میگین برای من اشوله بابی تنقل میکنی. اینا مکتب. اینجا دا مردم درس میخونه. اینا میگن مکتب. اگر دروغ باشه این عکس اینجا چی کار میکنه؟ چی گم کرده اینجا؟ اینا است برادر. خب زنگ دیگر رو میشنویم. امیدوارم که زوده و استقامت کننده کدام منطقه نباشه. الو. الو سلام علیکم. علیکم سلام. برادر شما نازنین خوبه؟ تشکر. خوش آمدین به برنامه صدای مردم. فرمایید. سلامت باشین، سلامت باشین. برادر من محمد رسول هستم از شهر بختار. خب بفرمایید. زوده و استقامت کننده بختار. بله بله. بفرمایید. برادر شما اکا بیروزه نه؟ بله. شما وزی در آلمان قرار داره نه؟ بله. که آخه اول خودتون تو خا گپ زنید، یک کسا بگین گپ تون یاد نتید. شما خدا رو شکر زبان دارین، خودتون صحبت کنین. کی گپ دو دستی؟ من خودم تو قام خی. نه برادر کی خیلی یگان چیز داری اکا خیلی آوازای هر خیله میشنوی. ای وای ماکو یک نفر 8000 دیگر رو خیلی مردم نگاه داره. دوستا در کامنت نویسا بکنید که یگان صدای دیگه از داخل خونه میبرم دیو کی نه. اینا مردم گوش که یک بار دوام بده صحبت بیا بفرما. برادر شما چیکار میکنین آلمان دا؟ چیکار میکنیم؟ ما را خط پرسیدین، ما اینجا صاحبکاری میکنیم. شما آلمان دا انداز مسپوری انداز مسپوری. چند فایز از انداز از درآمد چند فایز است؟ 13 فایز. 13 فایز. چند نمودی انداز مسپورین در تاجیکستان؟ دو نموده انداز. چی نام کدام؟ انداز از حساب درآمد، انداز از حساب پرداخت. تمام چقدر اگه بار کتاب انداز گرفته ورق زدگی که چند نمود اندازبندی از تاجیکستان؟ من کارمند انداز نیستم، از صاحبکارم. همین چیزی که صاحبکاری خرد یا صاحبکاری بزرگ؟ نه صاحبکاری خرد که مایدم. خیلی خوب. یعنی که انداز میسپرین بودجه دولت غنی میکنین. بسیار خوب، دستتون درد نکنه واقعا. اگر هر یک شرکت ما در دولت کار نکردم برای انداز نمیتونم سپاره، برای که من کار نکردم. نه صاحب کار نبودم. یگام خانگاه ما نه صاحب کار است، نه نمیدونم کدام انشاءات داره، نه شرکت داره. یک معلم مکتب است، شاید از همون بود طبیعی است که دیگه شاید کدام اندازه بسپار من نمیدونم. از چی؟ معلم مکتب از دیگه همون 7500 تومن معاش میتونن با قسم میگیرن، پولی آبونه و پولی اینو تمام دیگه شده رفت. نه خو از فرزند معلم هم، از پدر معلم هم خیلی فرزند بود. باید چخالی میبرم از زیادش میشه دیگه. اوه بچا تا تعریف میکنی؟ نه ما تعریف نمیکنم، خدا نشونت. داخلی صحبت میشیم برادر. خودت انداز میسپرده خیلی خوب. برادر یک مسئله ده. همین مقصد همینجا همین برنامه رو تشکیل کردن چیه؟ مقصد برنامه ما رو تشکیل کردن خودت نفهمیدی تو میروزه؟ فهمیدم گپا هر خیلی میره، یک مقصد انیق ندارین. چی مقصد دارین همیشه؟ چه مقصد انیق نباشه خودت چی در گرفته اینجا زنگ زده است؟ با کدام مقصد تماس گرفته است؟ چی میخوای؟ خودت چی را میخوای که نشان بدی اینجا؟ کمرا بگو. نه من نشان میتونم یک مقصد معین باشد، یک سمت معین. اینجا برنامه همدان نیست که سوال جواب کنید اختصاص چیه، معلومات چیه، که جا خونده چی نیست. برای کی من بحث کنم با نفری که همون معلومات داشته باشه. مثلا خودت میگه که من صاحب کارم، من از رشته صاحب کاری برای سوال میتونم که برای چی؟ یعنی من تا روز شاید
سوادی من نرسید، علمی من نرسید که چرا شرکت های داماد رئیس جمهور انداز نمیسپارن. یعنی یک معما است. خودت صاحب کاری، من میخوام از زبان تامین بشنوم که برای چی؟ مرحمت. همین گپش ما اگه جو فهمیدگی در جو گفتگی در کدام برنامه گفتگی که همین صاحب کارو انداز نمیسپارن. یکمش که کی است هم صاحب کارو؟ پارلمان کشور، یعنی درباره پارلمان یگان معلومات داری که چی است؟ پارلمان همین میگن که مجلس نمایندگان. هموا گفتن که یعنی که اون هموی که در پارلمان گفتن که شرکت السی که به داماد رحمانوف داخل دارد، یعنی در جزیره های انگلیس ثبت نام شدگی است. من حاضرم اینجا پیدا بکنم. کو بولو اکران دامونه همین در سامانه رسمی پارلمان گفتگی یا که در یگان جای دیگه با ختم برآوردگی نیست. یا دقیقه صبر کن. صبر کردگی بیستودگی من جای کرد. اگر من میرم پیدا کنم برات نشان بدم، خودت چی خلاصه میبراری؟ خیلی او را منبع شدیدن در کره جو گرفتگی که اگر خودت کده باشی بو میگم که همین یک خیلی بو نگیم ده. خب من از برادرایی که مرا میشنون هموطنا همین نوار را پیدا بکنین برای من روان بکنین. من بحث ادامه میتم ان شاء الله که همین نوار من برات نشان میتم. دوستای عزیز همین نوار چاپ شدگی بود، اگر که مرا میبینین برای من روان بکنین. خب گوش کن. گپی که خیلی هوای داره. من حالی برات میمونم صبر کن، برای من روان میکنم. من این وقت ندارم که وقت بگیرم بستمو خود انتظار شه من نوار بکنم. ان شاء الله برای من روان میکنم. 5 دقیقه 3 دقیقه روان میکنم. یعنی که قراری عمری رحمانوف چند مدت پیش شرکتی خب شرکت سیمنت غیور از انداز آزاد شد. اوش چی میگوی؟ خیلی دستگیری صاحب کاره واژه اگر همین را نکنین میگن که برای چی تو را دستگیری نکرد تا از انداز آزاد نشدی؟ اگر صاحب کاره را دستگیری کنم با خیل. نه برای چی تو آزاد نشدی از انداز؟ برای چی؟ ما هم صاحب کار خورد با که صاحب کار کلانش هم مرا امتیاز بودن. آخه برعکس صاحب کاری خورد امتیاز بودن که تو اقتصاد و تجارت بالاتر بره و این منطق از کجا گرفتی؟ صاحب کار کلان همیتن صاحب کار خورد دستگیری میکنن، در قواچون راست میکنن، تاجیکستان آباد میکنن، ملت رنگ شما خیلی با گمراهی نمیزنن. یعنی همین چه باید دستگیری چی معنی از دستگیری چی است؟ ما همین خیلی باهاش دستم که همین خودت همین خیلی این طرف میزنی اون طرف میزنی برادر اگه کار نکنه ملت با گمراهی زده است. چگونه یعنی که چگونه معنی گمراهی چی است؟ یعنی چگونه؟ یعنی گمراهی دم میزنی یک فقط رقم های آورده است که آدم همین یک کسی دیگه باشد نمیره میبینه وای میکنه. کدام فقط رقم ها؟ ولی در کجا من فقط رقمی خطا برای شما گفتم؟ خیلی آورده گفته است که شرکت غیور از پرداخت انداز آزاد کردن. همه برای صاحب کار یک دستگیری نمیشود. صاحب کار در کدام گوشه و کنار دنیا چون این یک عمل هست؟ از کدام قانون شما گرفتین این چیزا؟ یک دوم اینکه برای چی شرکت های بزرگ از انداز آزاد میشوند اما نامشون ذکر نمیشه؟ در سال 2020 15 کارخانه بزرگ از انداز آزاد شد. در کجا گفتگی؟ در کجا گفتگی است؟ در پارلمانی کشور باید در کجا گفته باشه؟ در خانه بابی من. کو همون را سامانه درست گپ زنین برادر. وقتی که برنامه را تشکیل کردن ما را میلیون ها نفر میشنون. وقتی که خیلی مدنیت گپ زنی باشه برای من مدنیت برای من چیزا رو نگو. بابی من اسم مرا مدنیت بگو. من میدونم از کی مدنیت بگیریم. نه باور داری. از سامانه رسمی حکومت نشان تیه نداره. یا سامانه درست حکومت در کجا سامانه درست داره که منطقی شر بده تمام قضیه را؟ در کجا داره؟ کو برای من بگو. رسانه خاور یک رسانه داره تاجیکستان خاور که فقط این همین زبانش نمیقدر رحمانوف میگه. فقط از رحمانوف چی چاپ میکنه؟ رسانه دیگر را بگو تاجیکستان کدام رسانه مستقل داره؟ بیا یک تا خاور دیوم. اما ما همین اینترنت همه درام همین وقتای بیکاری در سودا کردن همه درام همین وزارت توی دورا سامانه دارن که این را اگه جای گفتی که با سامانه ندارن که خیلی بگو بغیر از رسانه خاور کدام رسانه مستقل از تاجیکستان بگو.
بیا. رسانه مستقل اینا امروز است، سپوتنیک است، آزیا پلیوس است. آخه آزیا پلیوس روزنامه‌نگارش لط کوب کردن او کی بود؟ کی لط کوب کرده؟ همین معلومات نداشته باشی من چه خاطر خودت بحث کنم. همین ما همین صورتگیره که بگیرم خب خانه همین مثال بگیم ده همین خانه شما بودرم همونجا خواهرت مثال شوکش بدر کردسته من همونجا بودرم این منظره را بهونه کرده صورت گیرم. آخه او را ای بچه او عبدالله غربتی در دری خانه کسی لط نکردین 15 کیلومتر از جای واقعیت دور لطش کردین چرا دروغ میگین؟ همین خیمه‌ای که هستن همون خانه حساب نمیشود. او داخل او 15 کیلومتر 15 کیلومتر یا که 15 متر خطا نکرد از جای حادثه دور لط کوبش کردگین در جای حادثه نبود اون نفر. خودت همونجا بودی اکا. ای وای خدا یک کم ترکم دا یعنی که این خدا یک کم ترکم عقل باشه بتشم که دیونه میشم. نه آخی عقل چی در کار همینجا همین آدمی به عقل همینجا عقل چی در کار خودت همونجا بودی که هم 15 کیلومتر دور دیدی که هم بچه 15 کیلومتر دور چی بود؟ همون مرده خودش به زبانی دردکی ذکر میکنه. ای مال خیر نورا پارتو اکا که ما ببینم 5 منوت گذشته بچه اکا بیرو یه دقیقه صبر کن. خیر بیا او نورا تو سهر بکنی نمی بیا نه شاید دقیقه صبر کن. صحبت کردن صحبت ما بسیار گرم و جوشان شده که نه یکم چی نشه سوال رو جواب نده صحبت کردن گیر کی قطعی صحبت کنیم تو با قطعی ما صحبت نکی کی قطعی ما صحبت کنیم. خب میریم این نوار نیا کن ایرسی در یک نیا کن نیا چی میگه کدام رسانه را قبول داری؟ خیلی کدام رسانه را قبول دارم که؟ یعنی منظور کدام رسانه را قبول داری که من از او برات نشان بدم؟ سامانه رسمی حکومت نداره سامانه رسمی حکومت اگنتی اطلاعاتی خواهر روی و چای سیاز و خواهر سیف رحمانوف میگه تو برای من یک خواهر برور که غیر از همین چیزی رحمانوف دیگر چی را گپ میزنه بگو مرا. تمام مسئله های سیاسی اقتصادی اجتماعی را ما گپ میزنه. خب من برات میمونم میتونی خونده میتونی خیلی خونده میتونی خواهر برای خود دکه سامانه خواهر خوزی بدرو تحلیل میکنی خونده میتونی من برات نشان بدم. او مرحمت این رفتیم بدرو تماشا کن اینا نگاه کن دکه بس برده تماشا کن موندی شکا بخون همیجا را او اینه که استاتیا چاپ کرده است بخون استاتیا چاپ کرده است بخون مقاله است بخون باز یه دقیقه خوندی؟ یوز بدیم خوندیش؟ الو او خوندی؟ اینه نیاز بس بازی بلند بلند بخون بیا. الو
این چی را مونده کو رادیوی آزادی را مونده بخون درباره زیاده کی قراری کی خطی میگه بخون تو بخون یعنی قراری کی خطی میگه تو نگاه نکن که منبع جای قراری کی خطی همین کار تصمیم گرفته است بالا را خواندی پایان بخون بلند بخون مردم بشنوین من با این منبع باور نمیکنم دپوتات میگه آخه دپوتات میگه برای چی دپوتاتای تاجیکستان نبر اومدن یعنی کی چی بکنن اظهارات بکنن که شما رادیوی آزادی دروغ میگین از نشید منبع درست است مرحمت بخون دیگه بانا نکو بخون بلند بخون بلند چی نو خیز بخون بلند نام تو و اکران چه نام تو اکران کلان که اکران کلانش کن اکران کلان مرحمت بخون خودت تو بخونه که خوندیش خیره تو بخون خودت تو سلامت باش تشکر زیاد بساب ما هست ایمانش با زبان تاجیکشه برات میمونم باقی باور کنی خب حالی به من برات میخوام نگاه کن خب وکیلان پارلمان تاجیکستان شرکت غیور پاک را 5 سال پرداخت مالیه انداز ارزش علاوه شده NDS آزاد کردند یعنی که وکیلان پارلمان شرکت غیور را 5 سال از انداز آزاد کردند میگه این گپی من نیست یعنی وکیلان پارلمان میگن گرچند که منبع اگر رادیوی آزادی است اما اینجا وکیلان پارلمان گفته سای در این حالت اگر دروغ میگو وکیلان پارلمان دعوای شکایت کردن دوست که شما دروغ میگین نه که دروغ نکردن خب عزیز غیازاده یعنی این نفر کی است وکیل مجلس نمایندگان روز 30 دکبر برای آزادی گفت دادن امتیاز طبق سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت تاجیکستان و شرکت غیور پاک صورت گرفته است یعنی برای امتیاز دادن یعنی که این شرکت از انداز آزاد کردن این شرکت ربط داره به نزدیکان رحمانوف همون تا میره پیوست میشود یا بخورین درباره شرکت معلومات بگیرین شما به اسناد بکو خاور بکو آخه من برای شما خاور امانم خاور چی کار میکنه حاجی بیس خاور رسانه خاور من بدونم که خاور یک رسانه مستقل است خواب یک رسانه است که تمام دیگه نیاکن خاور خب مرحمت بگذارش خاور چی کاره میکنه اینه یک چیزایی که هیچ ربط به اقتصاد نداره هیچ ربط به اینه نگاه کن اینه خاور ما گیجا این منبع بگیرم و برای شما بیارم نشان بدم که در حالی که ننویسن شرکت آیرسی مالی کی از در گیجا نویسن شده نمیگن هیچ معلومات برای مردم شرکت کارخانه نمیتیا این رسانه نمیتیا از گیجا من برای شما نشان بدم که از خاور بیار خاوری که نگه ما از گیجا بیارم عجیب گپ میزنین عجیب مردم هم میخوای فریب بکنین اینا نیا کن اینا این مردا که خوب چیزی گم کرده است اینا گیجار من از خاور برای تو مثال بیارم گیجا همین خاور مسائل سیاسی در گپ زد نیا کن مسئله اقتصادی مسئله قرض و اینا هم همین نیا کن اینا همین جنتلمنو گیجا من برای تو مثال بیارم عجیب گپ میزنین عجیب میخوای مردم فریب بکنین